نامی که در گوش غربی‌ها تقریبا فقط با جنگ و درگیری گره خورده است. اما اگر این نام در واقع نماینده یه چیزی کاملا متفاوت باشه چه؟ اگر پشت کوههای هندوکش دریاچه‌هایی بدرخشند که از هر استخر شنای دنیا آبی تر باشند چه؟ اگر در دره‌ها مناظری بیابانی باشد که شبیه سیارات بیگانه به نظر برسد و اگر یخچال‌هایی از قله‌هایی جاری شوند که از هر چیزی که آلف تا به حال ارائه داده بلندتر باشند چه؟ افغانستان از نظر زمین شناسی و تنوع مناظر طبیعی از جذاب‌ترین کشورهای آسیاست. این کشور در محل تلاقی 3 رشته کوه عظیم قرار دارد. این سرزمین گنجینه گیاهشناسی، سرزمین عجایب باستانشناسی و گواهی است بر اینکه چگونه طبیعت و تمدن طی هزاران سال با یکدیگر در گفتگو بودند. در این مستند شما رو به سفری دور از تیترهای خبری میبریم. افغانستان به معنای واقعی کلمه بر روی شانه‌های نیروهای تکتونیکی قرار گرفته است. هندوکش نه تنها یک مانع کوهستانی است، بلکه مرز اقلیمی نیز به شمار می‌رود. در سمت شمالی آن اقلیم قاره‌ای با زمستان‌های خشک و سرد حاکم است. در سمت جنوبی آن در سالهای نادر شاخه‌هایی از موسمی هندوستان نفوذ می‌کنند و زندگی و بارآوری رو به دره‌ها میارند. هیچ کوهی در افغانستان بی تاریخ نیست و هیچ داستانی از افغانستان بدون کوهاش قابل فهم نیست. بیش از 5000 یخچال طبیعی ارتفاعات هندوکش رو پوشوندن. آنها برج‌های آبی یکی از خشکترین قاره‌های زمین هستند. رودخانه‌های مانند کابل، هریرود یا هلمند مستقیما از همین یخچال‌ها تغذیه میشن و با اونها زندگی میلیون‌ها انسان تأمین میشه. دوستای عزیز، هوش مصنوعی یک ذره با فارسی مشکل داره ولی خب متوجه میشه کلگی. جاهایی وجود دارند که انگار با ویرایش دیجیتال ساخته شدند، بیش از حد آبی، بیش از حد درخشان، بیش از حد پاک تا واقعی باشند. بند امیر یکی از همین جاهاست و واقعیه. بر روی یه فلات مرتفع در استان بامیان در ارتفاع بیش از 2900 متر 6 دریاچه پشت سر هم مانند دانه‌های یه زنجیر کنار هم قرار گرفتن. رنگای اونا از آبی سلطنتی عمیق تا فیروزه‌ای شفاف که یادآور صخره‌های مرجانی مناطق گرمسیری است متغیره، در حالی که این مکان درست در دل یکی از خشک‌ترین رشته کوه‌های جهان قرار دارد. راز این دریاچه‌ها ماهیتی زمین‌شناسی دارد. آب رودخانه‌ها کربنات کلسیم رو از سنگ آهک اطراف حل می‌کنه. وقتی این آب از روی پله‌های تبیلی عبور میکنه، دی اکسید کربن آزاد میکنه و کربنات کلسیم دوباره رسوب میکنه. این ماده به صورت تراورتن ته‌نشین میشه، سنگی روشن و متخلخل که به آرامی به سطح‌های طبیعی تبدیل میشه. این تراس‌های موسوم به سینتر تا به امروز همچنان رشد می‌کنند، یک فرایند زمین‌شناسی زنده که در طول هزاران سال شکل گرفته است. نتیجه آن دریاچه‌هایی با آبی فوق‌العاده غنی از مواد معدنی است. کربنات کلسیم حل شده نور خورشید رو به گونه‌ای بازتاب میده که این رنگ آبی شدید رو ایجاد میکنه. آنچه در نگاه اول مانند بیابان بیجان به نظر میرسه، در واقع با دقت بیشتر یک اکوسیستم بسیار پویاست. گله‌های شتر متعلق به گروه عشایری کوجی نسل هاست که این بیابان رو در مسیرهای فصلی مشخص طی میکنند.
منظور از کوچی همون کوچی هاست دوستای عزیز. در دوره‌های نادر بارندگی در فرو رفتگی‌ها گلای زودگذر میشکفن، گیاهانی که کل چرخه زندگیشون از جوان زنی تا رسیدن بذر کمتر از 3 هفته طول میکشد. در زیر این گیاهان عنکبوتیان، خزندگان و جوندانی پنهان شدند که تمام آب مورد نیاز خود رو از طریق غذا تامین میکنند. موش صحرایی دمسفید، مار شنی و گونه‌های مختلف آگاما راهبردهای زیستی را توسعه دادند که الهام بخش مهندسان در سراسر جهان شده است. از سطوحی که خود به خود خنک میشن تا ساختارهای فلزداری که باب استخراج میکنن.